میخواید کلاچو درست کنیم. برای درست کردن کلاچو روغن، کنجد برای تزیین، پیاز، شیر، خمیر، نه آرد، تخم مرغ. این آردش هم سلف ریزینگه، یعنی توش خمیر مایه خودش از اول داره. شیر یه خورده داغ میکنی، یه خورده داغ میکنی. آره دیگه انگشت بسوزه یه ذره فقط، یه ذره که انگشت بسوزه. شیر رو داغ میکنی. حالا آرد رو داری آرد خالی میکنی توی ظرفی بزرگ باید خالی کنی. خود که بر بیاد خورده میذاریم که ما خمیر گلوله کنیم. خمیر آرد گلوله کنی؟ خمیر گلوله کنیم باید آرد باشه، یعنی جا باشه منظورته؟ آره مثلا اینجا چیز کنیم خمیر رو آخر اینجوری گلوله کنیم باید آرد باشه، نه که میچسبه به دست. پس یه ذره آرد نگه می‌داری. آره این نمیدونم مایه داره نداره، نه مطمئن داره. داره. آره داره. پس یه خورده آرد نگه می‌داری. آرد جوریه دارم مامان. داری؟ آره. خب داری خوبه. آره. اگر داری خالی کنم اینا. خالی کن. دارم یه خورده دیگه. این اندازه این داری؟ اندازه این درسته؟ نه کمتر. کمتر دارم. آره. اینم مثلا این گلوله سوز میشه. خانم میخواد چرا کنی؟ الان یه ذره پیاز رنده میکنیم. پیاز رنده میکنیم. رنده رو بیاریم. رنده. با دست رنده کنی یا بازو ماشین رو بیارم؟ دست بده همیشه. 3 تا تخم مرغ میریزیم. شیر اگه کم باشه میتونیم یه خورده آب اضافه کنیم. آب میشه اضافه کنیم. این مامان از آب بشکنیم. پیش میفته. یه بسته آرد 3 تا تخم مرغ. آره آردش هم 5 پونده میشه، تقریبا 2 کیلو خورده. رنده کن. چاقو نه چاقو دستیار خوبی رنده خوبی بتر شما تکون بخور. دستیار و موقع صبحانه چیزش حاضر میشه. زردچوبه. خب اینجا مامان نصف پیاز رو استفاده کرد. با پیازش زیاد گنده است، یعنی نصف پیاز رو رنده کردیم. خود زردچوبه بریزیم. پیازش گنده. خب زردچوبه هم بذار در بیارم. اینم زردچوبه. ما زردچوبه خدمت شما. شکر و نمک نمیخواد نه؟ نمک آرد بی نمک چیزی بی نمک یعنی فکر میکنی؟ آره بی نمک هست نمک میخواد. بسته با چقدر زرد بشه. خب یه خورده نمک. حالا نمیدونم نمک داره یا نه. میخوای یه ذره بریز بعد امتحان میخوای بکن بعد. اینم نمک. شاید داشته باشید؟ همون شاید داشته باشه. داره. نمک داره؟ خب ما اینو تست کردیم. آردو زده ولی نمک داشت. پس نمک رو میذاریم کنار. شیر داغ شد در حدی که دست بسوزه. مامانم دستش شسته مطمئن. آره صابون زده دست شسته. خب الان دیگه موقع سرنوشته. اوکی.
چنگ زدن شروع میشه. باید مواظب باشیم نه شل باشه نه سفت خمیرش. شل باشه هی باید آرد قاطی کنیم، سفت باشه باز دوباره باید هی آب بازیم شیر بریزیم. آب یا شیر فرق نمیکنه نه؟ شیر باشه بهتر. یه ذره روغن بریزیم. روغن برای چی میریزیم؟ روغن بریزیم این گلوچو خشک نشه. چقدر روغن میریزیم؟ نصف لیوان؟ یعنی نصف استکان لیوانی. نصف استکان. خیلی نه. آره. ما دوباره برمیگردیم وقتی خمیر حاضر شد. آره اینجوری نشون میکنیم که خمیر حاضر شد. اومدیم روی زمین خاطر اینکه این خیلی باید مشتمالش بدیم. حالا این خود روغن بریزیم. چقدر بریزم؟ منظور نصف استکان نه؟ آره بریز. این پایین؟ آره بریز وجود نظر. حالا این بیشتر کمتر این نظر. بس چون پیمان استفاده نمی کنیم، چشمی پیمان نمی کنیم. ذره کمتر یا زیادتر؟ ذره کمتر زیادتر نداره. اینجا را پاک کنیم. برای باید 20 دقیقه کت کنه نشه. انگشتین دویده. انگشترتون رو در بیاریم، یعنی همه رو انگشترتون گیر میکنه. یعنی این داشته باشه میفته. خوب شد خمیرش. خیلی خوب شد. اگر تو آب و هوای گرم زندگی میکنید این خمیر باید برای 2 ساعت تو جای گرم نگه داریم و به خاطر همین مامان گفت میتونیم بیرون توی حیاط بذاریم، توی آفتاب بذاریم. شو باید نزدیم روی لاف بپریم، یه چیزی بپیچیم توی لافتو بپیچیم بذاریمش بیرون. درشو این ببندیم. زودتر ور بیاد. زودتر ور بیاد. مادم چه زودتر. اینجوری باید خمیر بشه. آره خمیر اینجوری به دست نچسبه. آره به دست نچسبه. هرچی بیشترم از این ورزا بدیم بهتره. قشنگ هم میخوره. خوشم از قاطی نشده. اینو ما تو آفتاب گذاشتیم اونجا، پتو هم گذاشتیم، یه 2 ساعت هم میکنیم که خمیر ورد. خب اینجا اینا رو مامان شروع کرد به گرد کردن، گله کردن این خمیراش. بعد اینجوری خورده زیر اینا رو آرد ریخت. اینجوری گله میکنم. اینو باید بزن تو فیر که این خمیر باز نمیشه. خیلی سخت شده. سفت میشه نه؟ آره باز نمیشه. سخت که باشه خیلی سخته. همین تنبال بشه شاید خیلی چیز نکنم. برای خودم نپس. برای اینجا اینا رو سرخ میکنم. یه خودم چی داره میتونه. بله نه. زود برش داریم. اینو ما بروزن تو فرقاب لمه رو. حالا اینو بذاره این چیز میشه. یه توی چیز مسی بیار. این خمیره مایه.
نه با عینک. روی اینا رو همه رو کنجد ریختیم. اینجوری داریم باز میکنیم، اونم که داره جل جل پخته میشه. اینجا هم که داره آروم آروم میپزه. اینجوری باز بکنیم. نداریم بگی. آشپز ما خانم فرخ وطنی هستن. خیلخونه است. دفعه دیگه فتیر و نون بربری و فتیر و نون بربری و یاد گرفتیم. خیال داره اینا رو بخوری حالا بگو. یه استاد پیدا بشه که این خمیر به هم چیز میکنه جمع میشه رو باید چیکار کنیم؟ تو فیسبوک بنویسه که خمیر جمع میشه باید چیکار کنیم؟ بله ایشون یه سوال داشتن. میگن خمیر که جمع میشه چیکار کنیم؟ هر کاری میکنه باز نمیشه. باز نمیشه. میگه چیکار کنم که این باز شه. خمیرامون داره سرد میشه. خمیر نباید سرد شه. اگه سرد شه این گوله گوله کردنش سخته. خمیر ایران خیلی خوب باز میشه. ما اینا رو گذاشتیم توی فر با درجه خیلی کم گرم بمونه این تو فقط. که اینا رو راحت ما بتونیم باز کنیم. حالا این قدم پخته. الان میریم سر سفره. اینا من باید میخوریم. اینا من باید دیگه شواش اون برش خود کوزه‌گری یاد گرفتیم. یکی اینکه مامان گفت اینو باید یه مقدار روش خمیر بریزیم. روی خمیر یه خورده باید آرد بریزیم. وگرنه میچسبه به چوب. یکی دو بار من کار کردم دیدم چسبید به چوب. بعد اینو باید البته به صورت گرد بکنیم. اینجا دختر من داره کمک میکنه میشه شبیه ستاره شده. استار شده. مادر جان باید گرد شه. روش کنجد میریزیم. زیرش باید آرد باشه. روش هم باید یه خورده آرد دائم بریزیم. اینم رنگش باید اینجوری طلایی بشه. روش هم یه خورده شکر میریزیم. کریسپی. درجه رو انتها نصف میکنیم ما. یعنی چیزه روی مدیوم درجه مدیوم کنیم مثلا. بعد فعلا 11:30 شروع کردیم. الان ساعت 1:30 2 ساعت این همه کلوچه رو درست کردیم. بله با یه بسته آرد. اینقدر کلوچه شد. آره حالا دفعه دیگه چرا نون بربری درست میکنیم، فتیر درست میکنیم. تازه نیرومند به ما یاد داده. ما این هنر رو نداشتیم، نیرومند یاد داده ما. حالا ما میگم با تلفن این فیلم ها رو داریم میگیریم، خیلی مجهز نیستش دستگاهمون. حالا انشالله که خوشتون اومده باشه دوستای عزیز، خیلخونا سنگسریای عزیز. اوکی تا بعدا. ها چی ما ناصر هدایتی خیلی چیز خیلخون میکنه. آها شاعر کی؟ شاعر رویی، داماد چیز رمانیا. آره اون همش میگه ییلا و خیل و منو دیگه با هم نخاری خیلا داره. انشالله که خیلم میره. حالا اون پدر زنش خیلخونه، من خیلخون ندارم. آره حالا چایی هم اینجاست. فعلا خداحافظ. خداحافظ. بای بای.